والدین خونسردی شویم که واقعاً فرزندانمان نیاز دارند. والدین می توانند حرف بزنند، اما تا زمانی که به گفته‌های خود عمل نکنند، نمی توانند چیزی به فرزند خود بیاموزند. آرنولد گلاسکو، روانشناس. هر کودکی دوست دارد والدینی خوب داشته باشد، اما این حرف بدین معنی نیست که آنها والدینی می‌خواهند که سعی می‌کنند مطابق آخرین سبک‌های روز زندگی کنند. این کار قطعاً آرامش شما را از بین می‌برد. در ضمن برخلاف بعضی از آموزش‌های رایج، والد خوب بودن به این معنی نیست که آنقدر مقابل فرزندمان کوتاه بیاییم که آنها هر کاری دوست دارند بکنند. آنچه فرزندان ما نیاز دارند، والدینی است که خونسردی خود را حفظ کنند، به ویژه زمانی که اوضاع حسابی به هم می‌ریزد. کودکان می‌خواهند والدینشان کمتر نگران شوند و خیلی بیشتر متعادل و خویشتن‌دار باشند. آنها دوست دارند شما خونسرد بمانید، حتی زمانی که خود از کوره در می‌روند. همانطور که خواهیم دید، والدین واقعاً باید اینگونه باشند. والدین هر کجای دنیا که باشند، با سخت‌ترین چالش زندگی خود روبرو هستند. تلاش برای ایجاد یک محیط خانوادگی محبت‌آمیز و مملو از همکاری و احترام متقابل. بله، والدین در جستجوی فردی هستند که تصویری امیدبخش از آینده‌ای متفاوت ارائه کنند. آیا تا به حال به کتابی برخورد کرده اید که از والدین بخواهد کمتر توجه خود را بر فرزندشان متمرکز کنیم؟ حتی زمانی که فرزندانمان ظاهراً از کنترل ما خارج می‌شوند. تنها در این صورت است که می‌توانیم عاقلانه تصمیم بگیریم.